پس این پیراهن سحرناک موجودی عجیبی را پنهان کرده ایم. او داخل جامدان می رود. پرده را بکش تا عمل ما پنهان ماند. Kouzelnický plášť, jo? Kouzelnický plášť, Matyáši. Tak, vydrž. Matyášku, pohoď si ho. Jo, krásnej. Medvěd plaví. Děti. انا این خرسی ماست. رنگش از خرس‌های معمولی روشن‌تر است. صحبت کردن نمی‌تواند. با سال‌های شما های یا نه گفته می‌تواند. مراسم نامگذاری خرسک نرینک یکم ینور همین سال از مادر تاجیکش در باغ حیوانات شهری هولوباک نزویلتا و جمهوری چخ به دنیا آمده است چنین متنتن بود. چون که تولد خرس بچه در شرایط اروپا که از وطن باباییش فرسخ دور است، برای مأموریت باغ جانوران آهرده واقعی نادر به حساب می رود. بنابر این هم در این مراسم چهره های از مقامات ولایت چخیه جنوبی حضور داشتند. ماه ایول سال 2015 هم گل و زهرا دو خرس از نوع تیانشانی را از باغ حیوانات شهری دوشنبه آوردند. اولی همین سال از ارتباط خرسی از روسیه آورده شده آلای و گل تاجیکستانی همین خرسی نرینه به دنیا آمد. دوام تقریبا 9 ماه مأموریت باغ آهرده برای نوزاد خود نامی مناسب می جستند. رادیوی آزادی برای یافتن نام تاجیکی به آنها کمک کرد. با ما 25 نمود نام تاجیکی را برای انتخاب فرستادند. فکر کردیم نامی را باشد که به زبان اصل معنی داشته باشد و چخ‌ها آن را نفهمند اشکالی ندارد. یا چنین پیشنهادی هم بود که نام چخی بدهیم. در زبان روسی این خرس را تیانشانی می‌نامند. در هر کشور نام خاص دارد. میان زالاگ‌ها با نام ناخن سفید معمول است. ما تصمیم گرفتیم او را همان نام دهیم که در وطنش معمول است، یعنی ناخن سفید. همین طور خرسی از مادری تاجیک و پدری روس تولد یافته صاحب اسم تاجیکی شد و هزارها تماشابین باغ آهرده جمهوری چخ اسم او را با زبان تاجیکی ناخن سفید فریاد میزنند.